اندر زادن فریدون. روزگاری دراز بگذشت تا اینکه فریدون خجسته و دانا از مادر زاده گشت. آن فره ایزدی که زمانی با جمشید بود، آنک با فریدون همراه گشته و سپهر گردان نیز با او به مهر آمده بود. از سوی دیگر آن گاو که نامش پرمایه بود زاده شده، لیک آنسان که هرگز کسی چون آن به گیتی ندیده بود، چون طاووس نر هر مویش به رنگی. تمامی ستاره شناسان و موبدان و خردمندان گرد او آمدند، چه هرگز کسی در گیتی همچون آن گاو ندیده و نه از سال خوردگان شنیده بود. ضحاک نیز از دیگر سوی در همین جستجوی بود. پدر فریدون که او را آبتین نام بود و ضحاک نشانیهای او را به همه جا داده بود، به گاه گریز به نگاهبانان و دژخیمان ضحاک برخورد و ایشان وی را گرفته به نزد ضحاک بردند و هم به دست او کشته گردید. مادر فریدون که فرانک نام داشت، گریان و دلخسته از روزگار و از آن بدی که بر همسرش آورده بودند روان گشت تا به مرغزاری رسید که آن گاو پرمایه در آن بود. پس به نزد نگاهبان آن مرغزار برفت و همچنان که از دیدگانش به جای سرشک خون میبارید بدو گفت: زمانی این کودک شیرخواره را از من به زینهار دار و او را همچون پدری باش و از شیر این گاو بپرور که هرچه بخواهی اگرچه جانم باشد تو را دهم. نگاهبان مرغزار پذیرفت و گفت: من چون بنده‌ای به پیش این فرزند تو خواهم بود. پس فرانک فرزند را بدو داد. 3 سال آن نگاهبان فریدون را از شیر آن گاو بداد. لیکن از یک سوی ضحاک از آن جستجو خسته نگشت و از دیگر سوی سخن آن گاو در هر جایی بپیچید. پس فرانک شتابان به آن مرغزار آمده با نگاهبان مرغزار گفت: پروردگار اندیشه‌ای در دلم فراز آورده است و اینک مرا چاره‌ای نیست جز آن که فرزندم را که همچون جان شیرین من است برداشته و از میان مردم ناپدید کردم و به هندوستان به البرز کوه روم. پس فرزند را برداشته و شتابان چون میش کوهی بدان کوه رفت. در آن کوه مرد پارسایی روزگار می‌گذرانید. فرانک به نزد او رفت و گفت: ای پاک کیش، من سوگواری از ایران زمینم. بدان کین گران مایه فرزند من همی بود خواهد سر انجمن. تو را بود باید نگهبان او، پدروار لرزنده بر جان او. بدان که این فرزند من کسی است که سرانجام بر ضحاک چیره خواهد گشت و سر از تن او جدا خواهد ساخت و به جای او خواهد نشست. پس از تو میخواهم که پدروار او را نگاهبان باشی. مرد پارسا پذیرفت و از فریدون به همان سان نگاهبانی کرد. از سوی دیگر ناگهان به ضحاک از آن بیشه و مرغزار و آن گاو آگهی رسید. پس همچون پیل مست بدان جای رفت و آن گاو پرمایه را بکشت و هرچه در آن بیشه از جانوران بدید نابود ساخت. آنگاه شتابان به سوی خانه فریدون رفت، لیکن هرچه پژوهید کسی را در آنجا نیافت. پس آن کاخ بلند را به آتش بسوخت و ویران ساخت.